برای بعضی کسا الله میگه من دختر تحفه میتم. دختر تحفه الله است، لور ده الله تحفه دن. حالا که الله بر تو دختر میته، مخالفت با این میکنی که دختر داشته باشم. کسی که با دختر داشتن مخالفت میکنه، مخالفت با تحفه الهی هست. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. برای بعضی ها پسر میته. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا برشان اردویش میته، برای بعضی ها دختر و پسر میته. و یجعل من یشاء عقیما، و بعضی ها را عقیم میسازه، هیچ برش اولاد نمیته. حالا در اینجا چی هست؟ خلق کننده دختر الله هست، خلق کننده پسر الله هست. ده زوی خالق الله ده، ده لور خالق الله ده. آل شما میفهمین که چند فیصد مردم به اساس همین آیت قرآن کافر میشه؟ یک تعداد کسای کافر میشه که برای خانم خود میگه خانم اگر این دفعه دختر آوردی من تو رو طلاق میتم. یعنی خالق دختر تو هستی، صفت ربوبیت الله را بکی داد به خانم خود داد، شریک ساخت خانم خود با الله. این شرک در ربوبیت میگه. نام دخترش بس بی هست. پرسانش میکنی چرا نام دخترت بسیده ماند؟ یعنی کسایی که نام دخترشان بسیده هست، بسوگه هست، بس بی هست. اگر از ابو جهل پرسان میگه، دی قرآن میگه که اگر از ابو جهل و ابو لهب و همون مشرکین خطرناک قریش که دوزخی هستن، اونما هم میگه در ربوبیت شرک نداشتن. ولا این سالت من خلق السماوات والارض، از پیشان پرسان میگه دیگه خالق آسمان ها کی است؟ لیقولن الله. حتما ابو جهل میگه خالق آسمان ها و زمین الله هست، ابو لهب میگه خالق آسمان ها و زمین الله هست. آلی کسی که امروز میگه من مسلمان هستم، حتی در ربوبیت الله خانم خدا شریک میزده و نمیفهمم. از ابو جهل هم که خدا بدتر ساخت. بسیار خطرناک است. از این خاطر ما مجبور شدیم در عقیده، در خطبه ها گفتیم باید هر نام الله تشریح شود تا مردم الله را بشناسه. الله خالق آسمان ها و زمین است. الله هست که دختر میته، الله هست که بچه میته، الله هست که اردویش میته، الله هست که بعضی کسا رو عقیم میسازه. خب اگر یک کس را عقیم ساخت، آیا تو برش دختر و بچه داده میتونی؟ چقدر مردم خود صفت ربوبیت الله را به خود میگیره، برش میگه که بیا که من برات یک دودی بتم که اگر عقیم هستی بچه پیدا بکنی. آیا شرک نیست؟ آیا این شرک نیست؟ اگر مریض است تکلیف داره بره پیش دکتر. در عالم اسباب اگر خانم مریض است اولاد نمیشه، دکتر برش میگه که والا این مشکل داره، از نگاه طبی چیز میشه. اما وقتی که دکتر جواب داد گفت برادر تو عقیم هستی، خانی تو اولاد نمیشه، بچه نمیشه، دختر نمیشه، آل این نفر دیگه که میخیزه العیاذ بالله سر خالق متعال امر میکنه که او خالق توی عقیم ساختی، به امر ما بر از این بچه بده و دختر بده. همین مانا را میته نمیته. از همین خاطر بسیاری از فالبینای تاویزگر جادوگر به شرک و کفر مبتلا هستن و نمیفهمن. و چون مسئله پیسه و عایدات است باز حق قبول نمیکنن.